هر باری که زکس هم میگیرم تبسم میکنم برای آنکه زکس یک من در خاطرم میزنم. ما هم رنگ 70% شما با فکرهای پول نیست، وقت نیست، پلن نیست، خودم نیست، همین فکراتی ما هم سر کردگیم. یک چیز فهمیدن نمیتونیم که همین سیتواسیای حاضره ما پول نیست، پلن نیست، یعنی که تو همین حاضر ما با همین چیزا در کار نبود. مثلا تو این وقت ما با کلین در کار نبود، برای همین نیست. و همون پولی که تو باید میخواهی که بیزنس سازی، همون پول تو حاضر نبود، برای همین حاضر همون نیست. شعور ما، مغز سر، همین فکرهای ما، همین عالم حیاتی که ما بردستیم همچون مگنیت پیوست است، قوه جاذبه مینامند. اول ما خودمون کردیم معین میکنیم که همین کار، همین چیز ما در حقیقت میخوایم. اما بعد به جای آن که نیست گفتن نقطه ماندن، در فکرمون سوال میاندازیم. چی خیل کردن در کار؟ همین کار چی خیل سر کردن در کار؟ در فکرمون همین سوالا میاندازیم. وقتی که شما علاقه همین سوالی که چی طور کردن در کار در فکرتان مونده، podsaznanie شما، زیر شعور شما با تحلیل شده، همین وابسته به همین سوال شما حادثه، واقعه، نمونه چشم شما دیدن میگیره. وابسته به همین سوالاتون هر خیل جواب ها شما علاقه دیدن میگیرین. همون سوالی که در سرتان دادن که چی خیل کردن در کار، از پیش شما همین خیل ویدیو رولیک ها یا شخصانی که همین کار کردگین و موفق شدگین یا کسانی که همین وابسته به کار شما، مثلا بیزنسی شما با پرابلم دارن، همه همین سیگنال، همه همین جواب به همون سوالی که در سرتان دادن، در فکرتان دادن که چی کار کردن در کار. انا اکنون وظیفه ما اینجا همه همون چیزایی که نمونه دیگرای ما با حیات نشان میدهد، آموخته، توکل کرده عمل کردن است.